طبق نقشه کاری مسئولان پروکوراتورای ناحیه شهر نو در بازار مرکزی و یک قطار جماعت‌های حدودی ناحیه کارهای فهماندهی عاید به صرفه‌کارانه و ثمرناک استفاده بردن قوه برق را به راه ماندند. ضمن واخوری مسئولان ابراز داشتند که از ماه اپریل سال جاری این جانب در سراسر کشور بارشات کافی به قید گرفته نشده، حتی در منطقه‌های کوهی حجم برف به حد لازمی نرسیده است. در نتیجه ذخیره آب در آبانبارها کاهش یافته، این حالت به حجم استحصال نیروی برق تأثیر جدی رسانیده است. از این رو ما را می‌باید که با حس بلند مسئولیت شناسی قوه برق را صرفه‌کارانه استفاده برده در هر یک خانه و مؤسسه و کارگاه تدبیرهای ضروری را جهت پیشگیری از اسرافکاری نیروی برق راه اندازی نماییم. همزمان جهت خوب به راه ماندن استفاده پنل‌های آفتابی در هر یک خانه و مؤسسه اجتماعی توصیه داده شد که شهروندان در همکاری با متخصصان ساحه برای نصب و به استفاده دادن چنین منبع الترناتیوی نیرو چاره‌اندیشی نمایند، زیرا استفاده پنل‌های آفتابی می‌تواند نه تنها خراجات برق را کاهش دهد، بلکه به حفظ محیط زیست و تأمین استوار نیروی برق در شرایط امروزه مساعدت نماید. مسئولان پروکوراتورای ناحیه شهر نو تاکید نمودند که چنین کارهای تبلیغاتی و فهماندهی میان اهالی من بعد نیز به راه مانده می شود تا سطح آگاهی شهروندان در سمت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق و رعایت طلبات قانونگذاری ساحه باز هم بلند گردد.